در روز جهانی قابله ها، نهادهای بین المللی از نقش نجات بخش قابله ها در حفظ جان مادران و نوزادان به ویژه در وضعیت‌های بحرانی ستایش کردند. با این حال در افغانستان این حرفه با چالش‌های جدی و محدودیت‌های فزاینده مواجه است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در پیامی گفت که قابله ها ستون اصلی نظام صحی اند و تأکید کرد که دسترسی زنان و دختران به آموزش‌های طبی برای نجات جانها حیاتی است. نیز هشدار داد که در شرایط اضطراری زایمان متوقف UNFPA صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نمی شود و مراقبت‌های بهداشت باروری نیز نباید متوقف گردد. این نهاد خواهان سرمایه گذاری جهانی در آموزش و استخدام قابله ها شد. در حالی که آموزش رشته قابلگی برای دختران در افغانستان متوقف شده و بسیاری از مراکز درمانی تعطیلند، شماری از قابله ها هنوز به صورت مخفیانه در جامعه فعالیت دارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در قوس سال گذشته آموزش رشته قابلگی را برای دختران ممنوع اعلام کرد. UNFPA تصمیمی که انتقاد نهادهای جهانی چون سازمان جهانی صحت را برانگیخت. مقام‌های طالبان میگویند حدود 30,000 قابله در کشور فعالیت دارند، اما صندوق جمعیت ملل متحد اعلام کرده که در افغانستان به 18,000 قابله نیز نیاز است. سازمان جهانی صحت هشدار داد که کمبود قابله های آموزش دیده به ویژه در مناطق دور افتاده سبب افزایش مرگ و میر زنان و نوزادان شده است. بر اساس آمار این سازمان روزانه 24 زن و 167 نوزاد به دلیل